برادر و خواهر روزدار که با وجود گرمی و روزهای دراز و با وجود کاروبار زندگی روزه می‌داری، برای تو بشارت است، یعنی مژده و خوشخبری است. شما چگونه خود را تصور میکنید هنگامی که در روز قیامت از بین تمام مردم برای درآمدن به بهشت شما را ندا کرده شود؟ سبحان الله، چه خوش نصیبی است. از حضرت سهل بن سعد رضی الله عنه روایت است که پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم فرمودند: در بهشت دروازه ای است که به آن ریان گفته می شود که تنها روزداران وارد آن خواهند شد و هیچ کس غیر از آنها وارد آن نمی شود. آنگاه ندا کرده می شود که روزداران کجایند؟ پس آنها برخاسته وارد بهشت می شوند و زمانی که وارد بهشت شدند آن دروازه بسته می شود و هیچ کسی از آن وارد نمی شود. حدیث متفق علیه. این حدیث دلالت بر فضیلت بزرگ برای روزه و روزداران می کند. به همین خاطر روزه ماه رمضان را با اخلاص کامل و با رعایت تمام آداب و مستحبات آن ادا نمایید تا خداوند شرف وارد شدن از دروازه ریان را نصیبتان گرداند. سحر برخیز و طاعت کن که طاعت به هر کار است. سعادت آن کسی دارد که پیش از صبح بیدار است. دلم گوید که برخیزم، هوا گوید که دم